سلام میکا. سلام. میتونم چند تا سوال ازت بپرسم؟ آره حتما. ترکیه استانبولی با ترکیه خودمون خیلی فرق داره؟ آره خیلی فرق میکنه، اما شباهت‌های زیادی هم داره. چقدر طول میکشه تا کامل یاد بگیریم؟ اول اینکه توی هیچ زبانی چیزی به اسم تسلط کامل وجود نداره. در نهایت اصطلاحاتی هستن که ما هنوز نمیدونیم. ولی اگه سطح بالایی مد نظرتونه، با روزی فقط 2 ساعت میتونی توی 6 ماه به اون سطح برسید. حتما باید برای یادگیری کتاب تهیه کنیم؟ اینکه در طول یادگیری کتاب داشته باشید خیلی خوبه، اما نه نیاز نیست با این هزینه ها کتاب تهیه کنید. میتونید فایل PDF-شون رو کاملا رایگان از چنل تلگرام من به دانلود. نظرت چه کتابایی برای یادگیری بهتره؟ بستگی داره هدفت چی باشه. اگه هدفت فقط یادگیری زبان ترکیه، کتابای استانبول رو پیشنهاد میکنم. ولی اگر میخوای که توی آزمون تومر شرکت کنی، کتابای هیتیت. فرق بین کتاب استانبول و کتاب هیتیت چیه؟ کتاب‌های استانبول زبان ساده تری دارن و خیلی همه چیزو براتون توضیح میدن. مثال میاره براتون، ریدینگ میاره براتون و کلی تمرین و اینا داره و مکالمه محور هست. اما کتاب‌های هیتیت خیلی فشرده است و واقعا برای خوندن سنگینه و همینطور گرامر محوره و یکم توصیه نمیشه. اما اگر که هدفتون تومر هست باید بخونید. منابع آزمون تومر چیا هستن؟ اصلی ترین منبع این آزمون مجموعه کتاب‌های هیتیت است، اما بعضی ها میگن که از کتاب‌های یدیکلیم هم سوال میاد. اصلا تومر چیه؟ یه آزمون تعیین سطح بین‌المللی مخصوص زبان ترکی استانبولی، درست مثل آیلتس. میشه بیشتر توضیح بدی؟ تو پستای آینده حتما. میبینمتون.